همه ما توی خونمون یه سری قاشق چنگال های نو داریم، ولی افسوس که حق استفاده از آنها را نداریم، چرا که آنها مال مهمان هاست. در این ویدیو شاهد کل باگ های خانواده های ایرانی ایم و خواهشمندم از خالق هستیمان که این باگ ها را رفع کند. نازنین ناز نکن، در کسی باز نکن. توی یه شب تاریک تو تصمیم میگیری که کنترل تلویزیون رو برداری تا کانال رو عوض کنی. دریغ از این که پدر منتظر شکار تو بوده. بله، شما وارد تله او میشوید و شکارچی شما را شکار میکند و بعد از خوردن چند مشت لغت شما تصمیم میگیرید از این پس کانال رو عوض نکنید، حتی موقعی که پدر خواب است، چون که در آن موقع پدر روی پوزیشن شکار است. پس مواظب باشید که شکار نشوید. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. صبح جمعه است، تو از خواب بیدار میشی تا بری بشاشی. مامانت همه خونه رو تمیز کرده، میخوای وارد دستشویی بشی، اما مادرت میاد میگه تو حق نداری وارد دستشویی بشی چون که تازه اونو شستم. پس برو سر کوچه بشاش. به من چه؟ شما هیچ وقت نباید بخندید موقعی که مریضید، چون که از اون به بعد شما کاملا یک آدم نرمالید، چون که خندیدید. چرا اصلا بخندی؟ تو مریض بودی. تا اینجا ویدیو چطور بوده؟ حتما لایک و سابسکرایب رو بزنید. تو حق نداری که ساعت 8 شب بری بیرون و ساعت 10 شب بیایی، اما منطقیه که ساعت 11 صبح بری بیرون و 11 شب بیایی. به نظرم که خیلی منطقیه. اگه شما همین الان شام رو بخورید، نباید 1 ساعت بعدش دوباره غذا بخورید، چون که 1 ساعت قبلش شما غذا خوردید. آخه مامان من گرسنه شده الان. اگه لحاف جدید خریدید، تو حق نداری اونا رو برداری، چون که کثیف میشن. منطقیه. بابا هرچی میری جلوتر ویدیو منطقی تر میشه. میدونی مادرای ایرانی عروس میخوان مثل دسته گل، اما یه ذره خارم داشته باشه، مذهبی باشه ولی یکم اجتماعی باشه، سفید باشه ولی یکم مایل به سیاه باشه. آخه پسر جونم برنزه دوست داره. قربونت برم، دل من خونه، این دل واسه تو